دیپلماسی پارلمانی کشورمان به ریاست آقای لاریجانی در حاشیه نشست اجلاس بین المجالس در ژنو روز پرکاری را پشت سر گذاشت. رئیس مجلس در آخرین روز حضور خود در ژنو ابتدا به میان جمعی از خبرنگاران داخلی و خارجی آمد و به سوالات آنها پاسخ داد. بیشتر سوالات حول و حوش مذاکرات آتی 5+1 با جمهوری اسلامی ایران در ژنو بود که قرار است 24 مهر ماه برگزار شود. آقای لاریجانی درباره این مذاکرات گفت نگاه من به این مذاکرات مثبت است. برخی کشورهایی که قبلا دنبال تحریم و تهدید بودند امروز متوجه شدند که از طریق سیاسی میتوان مسائل را حل کرد. کشورهایی که تصور میکردند با فشار آوردن و تحریم میتوانند موضع ایران را عوض کنند متوجه شدند تحریم ها وضع شد ولی ایران از نظر تکنولوژی اتمی پیشرفت خودش رو کرد. ایران دنبال دانش هسته‌ای صلح‌آمیز است و این رو به عنوان بخشی از حقوق خودش می‌داند. رئیس مجلس شورای اسلامی به سوالی درباره مواضع دوگانه آمریکا که از یک طرف موضع مذاکره را مطرح می‌کنند و از طرف دیگر می‌گویند گزینه نظامی روی میز است گفت این مدل موضع‌گیری‌ها برای خود آمریکایی‌ها و برای پرستیژشان بد است. البته در ایران هم کسی برای این تهدیدات ارزشی قائل نیست. آقای لاریجانی همچنین در این نشست خبری به بحران سوریه هم اشاره کرد و گفت اگر برخی کشورهای غربی و عربی سلاح و امکانات به تروریست‌ها در سوریه ندهند بحران این کشور به سوی راه حل هدایت می شود. از همه جای دنیا اینا جمع شدن در سوریه، از اروپا هم رفتن اونجا، even from Europe. و این یه مجمع الجزایری از تروریست‌ها در اونجا وجود اومده. رئیس مجلس شورای اسلامی و هیئت همراه همچنین پس از این نشست با رؤسای پارلمان از کشورهای عراق، افغانستان و سوئیس دیدار و گفتگو کرد. در این دیدارها درباره مسائل دوجانبه، منطقه‌ای و بین‌المللی بحث و تبادل